به نام خدای اسم عظیمی هستم از اساتید گالری رنگین کمان. مدت 2 سال میشه که ما این نهاد تأسیس کردیم. تقریبا 8 خانم در کنار هم دیگر کار میکنه. کارها ما بیشتر در بخش نقاشی، مینیاتوری، خطاطی، خوشنویسی، تصحیح، سیاه‌قلم و این چیزهای بیشتر در بخش هنری فعالیت میکنه. اما در بخش‌های فرهنگی هم فعالیت‌های داریم. خود هنر ارزش و جایگاه خاصی در افغانستان باید داشته باشه، این رقم که در کشورهای دیگه داره. به خاطر که در خود افغانستان ما هنرمندان خیلی توانمند داریم که همگی به این شرایط سخت فعلا دارم کار میکنم، چی در بخش خانم ها چی در بخش آقایان. تشکری میکنم از فروشگاه آنلاین چارسوک که گزارش از ما گرفتن و کارهای ما رو به دید مردم قرار میدن. خاطر که ما توانایی نداریم که برای خود مثلا سایت اینترنتی جور کنیم یا صفحات مجازی درست کنیم که بتونیم کارهای خود به دید مردم قرار بدیم.